עדות נדירה מלב איראן, הקול היהודי שמדבר איתנו עכשיו בשיא הרתיחה של היחסים, רגע אחרי שיהודי מוצא להורג, אמנם בגלל הריגה, אבל מיד תשמעו, אולי יש בזה יותר מזה. כך או כך, אתם תשמעו עכשיו קריאת מצוקה בטשטוש מוחלט. הוא לקח את הטלפון עם מספר בינלאומי לחושך מוחלט, זה קצת תמונה לא שגרתית לטלוויזיה, אבל היה חשוב לו לדבר איתנו מלב איראן. שלום לדלד, שלום. שלום עליכם. אז מה שלומך בימים האלו בקהילה היהודית בכלל? רק בשבוע שעבר נתלה והוצא להורג בחור יהודי, זה משפיע עליכם? יש פחד? ببین قبلا خب ترس تو هممون بود، خودتون میدونید، منم خب میترسم. چرا خط خارج استفاده میکنم که مثلا با فامیلا صحبت کنم یا که با شما صحبت کنم؟ همه میترسم. خاطر این جنگم که هست بدتر شده، فشار رو همه بنویا و اینکه حالا آروینم که اعدام شده همه ترسیدن، حسابی ترسیدن که جون و مال همه در خطره. حالا مال به جهنم، جون همه در خطره. یعنی אתה חושב שהוצא להורג רק יהודי, שהעימות הישיר בין ישראל לאיראן השפיע אולי על ההחלטה הזו להוציא אותו להורג? هم اول اینکه به خاطر اینکه یهودی الان من یکی چرا انقدر اصرار میکنم، میترسم فردا روز بگیرن بلای سرمون میارن. الان میبینی شما یه بنده خدا دیگه شیرازم تو زندونه، اونم بنبریه، اونم قطر تهدیدش میکنه و خودمونم بوده کشته شده. و دوم اینکه این جنگم دلیل مضاعف بر اون شده. یعنی این کار کردن که بگن ببینید هر کسی هر بلای سر مسلمین بیاره ما این بلا رو سرش میاریم، رحمم بهش نمیکنیم. ولی یکی از آشناهای ما رفته بود دادگاه شکایت بکنه، بعد قاضی دادگاه بهش گفت فلانی چون به خاطر همین که یهودی از یهودی بودن خودش جرمه، به کارت رسیدگی نمیکنن. الانم همه جوانای بن اسرائیل، خب هممون ברור לנו שהמצב קשה ואתה מרגיש מאוים, אתה חושב לברוח, שמענו שאפילו יש כאלו שמתאסלמים. איך אתם מנסים להתמודד עם המצב הזה בקהילה שלכם עכשיו? یک سری از یهودی‌ها به خاطر ترس جونشون تمام مدارکشون رو کردن مسلمون و گفتن ما مسلمون شدیم، به این خاطر که بلایی سرشون تو جامعه بتونن زندگی کنن. ولی اکثرا در فکر مهاجرتن جوونا. پیرا میگن که ما موندیم، کاری دیگه به ما از آب از ما گذشته، ولی جوونا همه مثل من سعی میکنن فرار کنن، تو این شرایط فرار کنن. من خودم میخوام زودتر بیام، هر چی سریعتر بهتر. من میخوام بیام تشکیل خانواده بدم تو ارس، یه عالم مفید بشم، راه בشم، آینده و بچه‌هامو بسازم و سرزمین پدریمو از عربای پدر سوخته پس بگیرم. טוב, אנחנו מתפללים בשבילך שתצליח להינצל, אולי אפילו אם גורם רלוונטי שומע אותנו עכשיו, יוכל לעזור איכשהו, ואמן ונשמע בשורות טובות, ותודה, תודה רבה. אמן, ממنون. کاش زودتر به کار من برسن، زودتر من نجات پیدا کنم، والله من میترسم. 13